همه حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو صحابه ها نمیدونستن. حالا مانده است که دیگر امام ها. یک چیز خوب دانید برادرای عزیز، عالم های اسلام از صحابه ها بالا نیستند. از همه بزرگترین آدم ها بعد پیغمبر ها این صحابه ها هست. حضرت عمر با وجود جلالت قدرشان همه پیغمبرها به جنت می درآیند. پیغمبرها که پر در آمده شدند، ابوبکر می درآیند اول، سپس عمر می درآیند. فهمیدید؟ امام اعظم نمی درآیند، سپس عمر می درآیند. یعنی شما فرق امام اعظم و فرق صحابه و فرق پیغمبر دانید. یعنی معنی آن ندارد که به یگان عالم تنقص زبانی بد رسانید، لیکن قدری آنها را از پیغمبرها بالا نبردارید. پیغمبرها دیگر، صحابه ها دیگر، علما دیگر. خب حضرت عمر همه حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم از یاد نمیدانستند، چون که یک روز به صحرا می رفتند، گاوی گوسفندی همسایه را به صحرا می بردند. چه خیلی که در صحیح بخاری امام بخاری گفتند که باب التناوب فی العلم، باب درباره نوبت کردن در علم. ببینید برادرای عزیز، امروز شما اگر به صحرا رویدم، به کار رویدم، علم میتونید گرفته، چون که علم امروز در زمان ما به نوار ثبت میشه، در اینترنت ایستاده است، کی خواهید در آمده میبینید. ببینید اگر در زمان صحابه ها اگر آمده نتونستید، یا در زمان ما پیشتر، اگر همین روز که به درس اشتراک نکردید، خب به بیماری، خب به یگان عذر، همون درس از شما میرفت دیگه، شما محروم بودید از اون درس. حضرت عمر با یک همسایه‌شون مصلحت کرده بودن، گفتن که توی هر روز گاو و گوسفندای ما رو هم میبری به چراگاه، ما رفته از پیامبر صلی الله علیه و سلم علم میآموزیم، آمده بیگاهی هر چیزی که شنیدیم به تو میگوییم. یعنی علم را به واسطه عمر میگرفت. روز دیگر حضرت عمر با وجود جلالت قدرشان و مرتبهشان، عالی بودنش، گوسفند و گاوی همسایه‌ای از آن خودشون رو به صحرا میبردن. این صحابه آمده علم گوش میکنن. بیگاه آمده امروز در مسجد چه حادثه ها شد، چه حدیث ها پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن، آمده به حضرت عمر نقل میکرد. با وجود همین یک دنیا حدیث ها رو نمیدونستن.